فعالان حقوق بشر از حمله نیروهای ویژه روسیه به زندان رقم 15 در شهر انگرسک ولایت ایرکوتسک خبر دادند. سازمان غیرحکومتی دفاع از حقوق بشر گفت زندانیان شب 9 اپریل بعد به ادعای آنها لط و کوب شدن محبوسی از جانب زندانبان دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش ها این زندانی پس از لط و کوب شدن تلاش کرده است خودکشی کند. مقامات میگویند حادثه زمانی رخ داد که یک زندانی به یک محافظ حمله کرد. به گفته آنها وضعیت زندان زیر نظارت است. گزارش شده است که زندانبان معالجه میگیرد. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، بینایی در حال آتش گرفتن است و زندانیان فریاد میزنند که کشته میشوند. بنا به گزارش ها در این حادثه 300 نفر مجروح شدند. فعالان حقوق بشر اجازه نیافتند که به داخل این زندان بروند. در آنجا تقریباً 1300 نفر نگهداری می شوند، اما هنوز معلوم نیست در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند یا نه. در زندانهای روسیه هزارها شهروند تاجیکستان ادای جزا می کند.